با آنکه ویروس کرونا بر شهروندان تمامی کشورهای جهان بیشتر اثرهای همگون بر جا گذاشته است، اما برخی از گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که زنان از کرونا آسیب‌پذیرتر بودند. این فعال جامعه مدنی که میگوید برای رسیدگی به نیازهای خانواده 5 نفریش به کارهای کوچک بازرگانی نیز می‌پرداخت، از اینکه پس از گرفتار شدن به بیماری کووید 19 کاروبارش را از دست داد قصه می‌کند. حافظه من نسبتا خرابتر ساخته. کار را که ما می‌خوایم پلان بگیرم که بکنم، اگر ما پیش خود نوت نگیرم یا امرای خود چند بار تکرار نکنم، یادداشت نکنم، ما او کار کاملا فراموش میکنم. بررسی‌های نهادهای جهانی نشان می‌دهند که با شیوع ویروس کرونا در جهان ناداران نادارتر شدند، اما برعکس در این مدت بر دارایی‌های ثروتمندان افزوده شده است. بیشتر آسیب‌پذیران ویروس کرونا از رهگذر اقتصادی هم کسانی بودند که کارهای روزمزد داشتند. خرج فامیل خودم میکشیدیم، کاروبار ما خیلی خوب بود. دیگه این کرونا زیاد ضربه زد که تا حالی هم رستوران ما دیگه پس به حالت اولش چیز نشده. و یک مدت بسیار طولانی را در بر میگیره که ما پس به حالت اولی برگردیم. بر روز دوشنبه وزارت صحت آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته تا این روز 62 رویداد مثبت دیگر ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و نیز در همین مدت یک بیمار کووید 19 جان باخت. شمار تمامی رویدادهای ثبت شده ویروس کرونا در افغانستان به 55121 رسیده است. از این میان 2405 تن جان باختند و 47723 تن بهبود یافتند.